در مورد لیست ها صحبت کردیم که میتونستن هم داده های استرینگ یا رشته ها رو تو خودشون ذخیره کنن، هم اعداد رو. این جلسه در مورد اری میخوایم صحبت بکنیم یا آرایه ها. توجه داشته باشین که اینجا این تعریف که در مورد لیست و اری توی پایتون هست دقیقاً خلاف اون چیزی که توی سی هست. یعنی توی سی اری میتونن هم استرینگ رو ذخیره کنن هم نامبرز رو، ولی توی پایتون لیسته که میتونه هر دو رو ذخیره کنه و اری فقط میتونه اعداد رو ذخیره کنه. وقتی هم که یک اری رو تعریف میکنین باید بگین که چه نوع عددی رو میخواین توش بذارین. مثلا میتونین بهش بگین که اینتیجر ها میخوام داشته باشم. اوکی، توی کوتیشن یا توی آپاستروف حرف آی رو مینویسین، آی کوچیک هم باشه، و اون طرفش هم یک کوتیشن یا یک آپاستروف دیگه میذارین. و معنی اینه که اوکی، من میخوام یه دونه اری داشته باشم که فقط اعداد صحیح رو توی خودش جا بده، فقط اینتیجر ها رو تو خودش جا بده، تو بازه بین منفی 32,768 تا مثبت 32,767. یه مدل دیگه هم که از اری توی پایتون به کار میره لانگ که با L نشون داده میشه. لانگ وقتی به کار میره که وقتی که لانگ داشته باشین میتونید ازش برای ذخیره سازی اعداد صحیح در بازه منفی 2,247,483,648 تا مثبت همیشه عددی استفاده بکنید. و وقتی هم که اول باید تصمیم بگیرید که کدوم یک از این آرایه ها رو میخواین استفاده بکنین، و وقتی که شروع کردین به کار کردن دیگه بس کار نمیتونین نوع آرایه رو عوض بکنین. یه مدل دیگه آرایه هم فلوت که با اف کوچیک نشون داده میشه واسه داده‌هایی که فلوتینگ پوینت دارن، یعنی اعشار دارن و اعداد اعشاری از منفی 10 به توان 38 تا مثبت همین عدد رو استفاده میکنن، میشه توش ذخیره کردش. و دیگه برای اعداد اعشاری هم قابل استفاده است گفتم. و همین. یه مدل دیگه ای هم که از اری ها که به درد میخوره اری های دابل که با دی کوچیک نشون داده میشه. اینم برای اعداد اعشاری به کار میره، با این تفاوت که اعداد اعشاری رو از منفی 10 به توان 308 ذخیره میکنه تو خودش تا مثبت 10 به توان 308. یعنی یه بازه بزرگتری از فلوتینگ پوینت رو تو خودش جا میده و کار کردن با دابل از فلوتینگ با اف نسبت به اف راحت تر. رو ببندم با اجازهتون. و وقتی که بخوایم با آرایه ها کار بکنیم اول بعد کتابخونه‌ای که آرایه ها رو میشه باش کار کرد و فرا بخونیمش. پس براش بالای برگم می نویسم که from array import asterisk. این سه تا رو میذارم. یه راه حل دیگه هم دارم برای اینکه همین رو ازش درخواست بکنم، اینه که به جای این کتابخونه یا دقیقاً مشابه همین اسم به نام array رو درخواست بکنم from array import بازم array. اینم دقیقاً همین کار رو میکنه و میتونیم در این دو حالت ما با array کار بکنیم. باید بالای برگم حتما اینو داشته باشیم. در اولین قدم من میخوام یه دونه array تعریف بکنم به نام numbers که توش ما داریم برابر است با numbers مساوی است با array. خب چه نوع array میخوام باشه؟ میخوام از نوع اول استفاده کنم، از نوع اینتیجر استفاده کنم، پرانتز باز، توی آپاستروف یا توی کوتیشن یه دونه آی کوچیک می نویسم و دوباره می بندمش، کاما، بعد یه دونه براکت رو باز می کنم، اعدادی که میخوام رو توش تایپ می کنم. حواستون باشه که حتما فقط اعداد صحیح رو به کار ببرین. تو این بازی عددی که بهتون گفته منفی و مثبت از حدوداً 32,000 تا مثبت 32,000 و 45 7 9 و بازم 45. و بعد اون براکت رو میبندم، پرانتز رو هم ببندم و بعد بهش دستور میدم که پرینت کنه این اری بالا رو، print numbers. ران میکنمش
بله همین عددی که اینجاست رو اینجا بهم نشون میده و به من میگه که این اری ها هم یه نوع اریه که همشون هم اینتیجر. این دستور پرینت نامبرز که همه رو توی یک خط چاپ کرد، من میتونم یه دستور دیگه هم بهش بدم. اینو ببندمش و بهش دستور بدم که for number، یا کنیم متغیر نامبر رو اینجا این بالا من تعریف نکردم، اینم نامبرز. for number که در این نامبرز دو نقطه بیاد پایین چاپ بکنه print numbers print number. یا کنیم این متغیر نامبر رو من هیچ استفاده نکردم، اینجا دفعه اوله، ولی بهش گفتم که توی این اره نامبرز و پرینت نامبر. اینجوری من بهش دستور دادم که هر کدوم از این نامبرها رو توی خط جدا تایپ کنه، مثل هم چیزی که الان چاپ کنه، تو همین مثل هم چیزی که الان من برگردون باشه. یک مورد و یکی دیگه هم این که من میتونم به این از کاربرم یه دونه متغیر بگیرم و بهش دستور بدم که به این لیست اضافه بکنه. من این رو هم ببندم. اینجا من میام یه متغیر تعریف میکنم به نام نامبر. این نامبر بالا رو قبلا بستم. نامبر برابر است و اینجا من چون این قبلا گفتم که این اینتیجر این اریمون، پس بعد از کاربر هم یه دونه متغیر اینتیجر بگیرم. اینتیجر اینپوت و مثل وارد کردن گذاشتن بقیه چیزایی که تا حالا یاد گرفتیم بهش دستور میدم که enter new number و بعد برای اینکه من این نامبری که اینجا گرفتم رو بتونم به این ارایی که اینجاست اضافه بکنم، باید بهش دستور append رو بدم. پس اینجا براش تایپ میکنم که numbers که همون ارای بالامون باشه dot append و همون نامبری که تازه گرفتم نامبر. و بعدش هم بهش بگم که این نامبرز بالا رو دوباره چاپ، این ارای بالا رو دوباره برام نشون بده نامبرز و رانش میکنم. از من یه عدد میخواد، یه عددی که بذاریم متفاوت باشه، مثلا 24. و بعد نیا کنین در آخر این اره یه عدد 24 هم اضافه شده. من یاد گرفتم که یه دونه یک متغیر رو جدید بهش اضافه کنم. برعکسش چی؟ اگر من بخوام یه دونه متغیر رو از اینجا حذف کنم باید چیکار بکنم؟ اون وقت باید بهش دستور بدم که اول از همه اینو من ببندمش و یه متغیر جدید رو تعریف میکنم به نام مثلا getRead، مخفف getRead of مثلا، یا از شرایطی خلاص بشه، که اینتیجر داخل پرانتز input، بعدش بهش دستور میدم که از کاربر یه عدد رو بگیره enter item index، یکی از عددهایی که اینجاست رو بعد واسه من وارد بکنه با این دستور. و این خط بعدی و بعد بهش دستور میدم که numbers، یعنی همین اره بالا numbers dot remove داخل پرانتز همین متغیر getRead که از کاربر گرفتم. من به جای اینکه یک متغیر به نام getRead رو اینجوری تعریف بکنم، میتونستم یه عدد رو اینجا بنویسم و بهش بگم که اون رو حذف بکنه getRead و بعدش هم اینو چاپ بکنم print numbers همین اره بالا باشه. خب ران میکنم، من میگه یه دونه از این عددهایی که اینجا هستش رو وارد بکنم. اینجا نه، اینجا هستش. من عدد 3 رو وارد میکنم و دوباره من این اره رو برمیگردم که دیگه 3 توش وجود نداره. یک مورد دیگه رو ببندیمش. یه چیز دیگه هم که میتونیم این دفعه باش کار بکنیم اینه که من ازش بخوام که اینجا رو نگاه نکنین که جمعاً 5-6 تا کلاً از عدد بیشتر نداره، شاید یه وقتی باشه که خیلی عددمون زیادتر باشه. پس من ازش میتونم درخواست بکنم که این اعداد رو واسه من مرتب کنه به ترتیب کم به زیاد شدنم مرتب میکنه. numbers برابر است با sorted
داخل پرانتز numbers. همین array numbers رو به صورت sorted numbers به من تحویل بده و بعدش هم اینو برای من چاپ بکنه print numbers و رانش بکنیم. از کوچکترین عدد که 1 بود تا 45 برام مرتبش کرد. لازم داشته باشم بدون اینکه از کوچیک به بزرگ برام مرتب بکنه بخوام از بزرگ به کوچیک برام مرتب بکنه. من اینجا یه نامبرز دارم که مرتب شده است، یعنی از کوچیک به بزرگ برام قبلا مرتبش کرده. الان بهش دستور میدم که این نامبرز رو ریورسش بکنه، واژگون بکنه برام. ریورس و یه پرانتز خالی بازو بسته میکنم و print numbers سیوش میکنم و رانش میکنم. یا کنین اگر اول اینو مرتب کردش و همین نامبرز اینجا رو برای من واژگونش رو به من نشون دادش. یعنی من اگر این دستور رو ببندم، این دستور رو کامل ببندمش، به جای اینکه ریورس مرتب شده رو به من برگردون مثل اینجا، ریورس این شیوه چیدمان رو به من برمیگردونه. بذارین یه بار دیگه رانش بکنیم. یا کنیم الان این اره بالا اولش 1 بود و آخرش 45، این اولش 45 و آخرش 1. هر چیزی که داریم یه چیز ترتیبی دیگه براش قائل نیستش و اینم ببندیمش. یک چیز دیگه هم که هستش، append رو گفتم، remove رو گفتم و reverse هم مطرح کردیم دیگه. اگر ما بخوایم یه شرطی هم بذاریم که اگر مثلا اینجا من بیشتر از الان نگاه نکن، اینجا جمع 6 تا عدد بیشتر نیستش، شاید یه دونه اره ما داشته باشیم که عددش خیلی زیاد باشه، پس بهش دستور میدم که پرینت بکنه numbers که همین اره بالامون باشه رو در نظر بگیره. numbers dot count یعنی بشماره یه عددی و مثلا 45 رو اینجا دستی هم بشمارم، میتونم بگم 2 تا 45 توش وجود داره و این هم ببندیمش. ران که بکنمش من نشون میده که 45 2 تا کلا داریم توی این اره‌ای که تعریف کردیم براش. یکی دیگه هم این که من میخوام بهش دستور بدم که از مخاطب اول اصلا یک متغیر رو تعریف میکنم به نام try again. میتونه هر چیز دیگه هم باشه، من الان try again رو استفاده کردم چون که میخوام دستوری که میدم بهش میخوره. برابر است با true، یعنی هر وقت try again برابر با true بود بیا تو این حلقه while. حلقه while رو هم تعریف میکنم که while try again برابر است با true برابر است با true 2 نقطه، بعد بیاد پایین بررسی بکنه که get rid، یعنی یک متغیر رو من دارم تعریف میکنم به نام get rid که برابر است با یک عدد صحیح. این رو قرار بده توی این get rid که از کاربر هم گرفتیم input و بعد بهش دستور بدم که please enter one of numbers in above mentioned array و این رو ببندیمش و بعد میام خط بعدی. من بهش دستور دادم که همچین کاری رو بکنین، یعنی از مخاطبم یه دونه عدد بگیره که صحیح باشه و حتما هم به کاربر گفتم که توی این بازه باشه. حالا حتما که قرار نیست همه حرف گوش کن باشن، بهش دستور میدم که اگر این get ridی که از کاربر گرفته، اگر get rid بر این numbers 2 نقطه پرینت کنه this number is in the position، بعدش با دستور ایندکس این جایگاهش رو باید پیدا بکنم، position 2 نقطه این و بعد کاما number
numbers.index و بعد جایگاه همین عدد get read رو داشته باشیم. get read. بعد بیاد خط بعدی. حالا دیگه try again رو اگر این شرط رو برآورده شد try again برابر است با false که دیگه وارد حلقه while دیگه اجرا نشه، یعنی خاتمه این باشه تو چرخه نامحدود نیفته. else یعنی وقتی که از مخاطب عدد رو خواستیم ولی چیزی که به ما داده اون عددی نبوده که توی این array حضور داشته باشه، توی این آرای حضور داشته باشه. بهش میگیم که this number is not in this array. ببندمش. من این پرینت بالا رو باز بکنم که قابل مقایسه باشن و رانش بکنم. ارای بالا اینه و از من خواسته که یه دونه از اعدادهای این ارای رو وارد بکنم. من اول از همه بهش میدم 1 نه 3 و بعد بهم میگه که در جایگاه اوله. یا کنین از اینجا شروع میکنه 0 1 و اینجا میشه 3 میشه در جایگاه اول قرار داره. حالا دوباره هم میتونم رانش بکنم و خلاف این عمل بکنم. مثلا به جای اینکه بهش بگم 1 یا 3 بگم 2 نداریم بهش بدم 2 و بعد بهم میگه که توی این بازه نیستش و دوباره از من یه عدد رو میخواد. خب این دفعه میتونم بهش بگم 1 که در جایگاه 0 قرار داره. جایگاه یه عددی رو من بگه از دستور numbers.index استفاده کردم. من میتونم یه جور دیگه هم از این استفاده کنم و خودم بهش عدد رو بدم به جای اینکه از کاربر بگیرم. مثلا دوباره بهش همین رو برمیدارم من از اینجا همین دستور رو بهش میگم پرینت بکنه که جایگاه عدد بذاریم با 1 برم جلو که سر خطه و شمردنش راحت تر از هم است و سیوش بکنم ران میکنمش و من میگه که این ایندکسش 0 یعنی در جایگاه 0 قرار داری نداره. یکی یه چیز دیگه هم که این دفعه میتونیم در موردش صحبت کنیم دستور پاپ. کنیم ما اینجا یه دستوری داشتیم به نام numbers.remove که متغیر get read رو که گرفته بود رو از array numbers حذف می‌کردش. یعنی یه عدد رو داشتش و تو اون عدد رو توی array میگشت و پیدا میکرد. برعکسش هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. بهش دستور میدیم که numbers.pop و اینجا ما از جایگاه 0 داشتیم تا جایگاه 5. پس بهش من میتونم بگم که مثلا اون چیزی که در جایگاه اوله رو حذف بکنه و پرینت بکنه این ارای جدید رو به دست آورده، این نامبرز جدید رو به دست آورده و رانش میکنم. یا کنید در جایگاه اول این که 0 در جایگاه اول ما یک 3 رو داشتیم که این 3 الان حذف شده و دیگه نیستش. این یه موضوع. یکی دیگه هم این که اگر من بخوام 2 تا ارای رو به هم متصل بکنم باید چیکار بکنم؟ ما اینجا بالا یه دونه ارای داریم به نام نامبرز. من میام یک ارای دیگه هم اینجا تعریف میکنم به نام مثلا نیو ارای که نیو ارای برابر است با اینم مثل قبلی اینتیجر تعریف میکنم. نیو ارای برابر است با اینتیجر و توی براکت براکت باز کنم 8 مثلا 16 و 24 و اینا همشون توی این براکت قرار بگیرن و پرانتز رو ببندم و بعد بهش دستور بدم که numbers dot extend داخل پرانتز new array من اومدم دستور دادم بهش که ارای نامبرز رو که بالا تعریف کرده بودیم رو اضافه کنه بهش این داده های نو ارای رو و بعدش بهش دستور میدم که پرینت بکنه اول نو ارای رو برای من چاپ بکنه نو ارای و بعد هم برای من نامبرز رو پرینت بگیره نامبرز و این رو ببندیمش. یا کنین یه ارای رو من تعریف کردم با این 3 تا عدد
که نیو اری باشه و بعد این 3 تا عدد اینجا رو میاد به انتهای اری نامبرز متصل میکنه. برای بقیه اری ها هم اگر بخوایم شروع کنیم در موردشون به توضیح دادن از نظر ساختار نوشتاری مشابه همین اری اینتیجری. یعنی اگر مثلا من بخوام تعریف کنم که مثلا دابل رو میریم جلو که متغیر اعشاری میتونیم بهش بدیم. اینجا گفتیم که عدد اعشاری هن توی بازه فلان تا فلان و با دی هم نشون داده میشه. دابل برابر است با اینجا به پرانتزا که باز کردم به جای آی یه دونه یه دونه کوتیشن میذارم و دی رو توی کوتیشن قرار میدم، بعد کاما، بعد براکت رو باز میکنم، مثلا بهش میدم 1.5 2/4 و یه عدد سومی هم مثلا 16.7 16.7. براکت رو ببندم و پرانتز رو ببندم و بعد بهش دستور بدم که این دابل رو برای من چاپ بکنه، این اری دابل رو برای من چاپ بکنه و سیوش بکنم، رانش میکنم و من نشون میده که این اری دابله و این عددام توشه. ارور نداره اینکه من عدد اعشاری توشون وارد کردم. فکر میکنم تمام شد. خسته نباش.